تمام تشیع از برکت حضرت آیت الله عظمای مرحوم حجت بود. خدا رحمتش کند. مردم تشیع افغانستان هم کلا وابسته به ایشان بود که بودن ایشان کأن کل شیعه افغانستان است و اگر ایشان نمی بود نمی توانستن کسی اظهار شیعگی بکنند. او آمد تا اثر بگذارد، او به میدان آمد تا مطاع شود، او به میدان آمد تا تحول بیافریند، او به میدان آمد تا یک مجموعه مظلوم در بند خفقان را از تحت شکنجه شکنجهگران و استبدادگران و تعصبگران نجات بدهد. شما دقت میکنید که این فضایی که فعلا به وجود آمده، این دسترخوانی که فعلا پهن شده، این سرکی که فعلا آسفالت شده، این وضعیتی را که فعلا ما در آن قرار داریم در زمان حضور ایشان وجود نداشت. او زمان مردم من و شما را که چه عرض کنم، اجداد من و امثال من را و اجداد این مردم را کافر بیش نمیدانستند، نجس میدانستند. از اینها به عنوان کسانی که کفرشان و یا فسقشان حداقل برایشان ثابت شده یاد میکردند. آن شرایط زمانی و آن شرایط مکانی را وقتی در نظر بگیریم، به حق میتوان گفت مرحوم حضرت آیت الله عظمای حجت رضوان الله تعالی علیه و قدس الله نفسه الزکیه کاری کرده که کاری بدی، کاری بوده که ابتکاری بوده، کاری کرده که به اصطلاح به عنوان یک مبدی اساسی در این فضا و مکتب روحانیت و اسلامی و فقهی و شیعی کاری بی‌بدیلی کرده که بعض ثمرات و نتایج اون قصد قربت آن سید عزیز جلیل سرانجام در سرتاسر افغانستان امروز به لطف پروردگار به شکل به بار نشست. مبارزه را از معرفی مذهب آغاز کرد. لذا حضرت آیت الله عظمای حجت آمد اول مذهب را به معرفی گرفت. ای مردم، ما اهل قبله ایم، ما اهل جماعتیم، ما اهل اذانیم، ما اهل مستحباتیم، ما اهل دوری از مکروهاتیم، ما اهل دوری از محرماتیم. معرفی خیلی مهمه. و ای که شما چه رقم معرفی میکنید و ای که شما چگونه با توجه به وضعیت جامعه میخواهید مذهب رو معرفی کنید، این خیلی مهم است. میدانید حضرت آیت الله عظمای حجت با دانش